میتوانیم که شناس کنیم. صداش دوباره بالا میگردد. فوتبالبازان دسته وحش از مرکز میدان بازی را آغاز کردند. دسته وحش باشد اونها با سه دفاعگر بازی را پیش میبرند. ضربه به طرف دروازه، خیلی ضربه قوی و خوفناک با سنت الله اسماعیلوف. احتم نظرов حتی به مرکز هم حرکت کرده. در اینجا کوشش خوب دارد، امکانیت برای ضربه زنی و ببینید که چگونه سیف علی دروازه‌بان دسته وحش ناسکوف ارسال ناسکوف با داخل جریمه گاه ضربه و توپ اینجا دیدم دوباره میگه که خود بازیکن شده است. ارسال با داخل جریمه گاه و این وضعیت را دفاعگران برطرف میکنند. یک ضربه دیگر، چگونه ضربه علی و سیف بهترین دنیس کافلینوف امروز از ذخیره به میدان میآید. ضربه کنجی دسته وحش، ارسال پا داخل جریمه گاه، فرصت بسیار خوب و امپانس اینجا ضربه زد. ارسال پا داخل جریمه گاه، ضربه و گل. رستم سایروف دوستان عزیز با زدن گل شرفی ها میگردد. نیمه دوم رستم سایروف باز هم با سر دوم هم البته دسته وحش با همان ترتیب بازی خواهد کرد. با هجوم بیشتر میگذارد و فرصت های خوب گلزنی را میخواهد که بیشتر به وجود دارد. حال توصیف زیادتی واقعا در سطح عالی است. پرتاب با داخل جریمه که با ضربه مبادل میگردد. اینجا دنیس کافلینوف هم پاسی سر شد. فرصت نوبتی برای زدن گل و چگونه امکانیتی عالی پیدا میشود. احتم نظرов سیاوش اسرارov پرتاب با داخل جریمه فرصت خوب و ضربه اجرا می شود. چگونه حالتی بهترین گلزنی و در اینجا چگونه تو به دروازه وارد نگردید. پاسی و پا داخل جریمه سنت الله اسماعیلوف با پای چپ ضربه زد ولی فرصت نوبتی خیلی خوب، امکانیت است پرتاب به داخل جریمه و میتوانست. یکم مای برگزار شدن و بازی‌ها که دیروز یعنی دوم مای درگشتند چون این بازی‌ها بودند. اینجا دروازه باید توپ را گیرد. نخستین رسش‌های فتولایف با تویرجان تقایزاده پرتاب به موقع آزاد، امکانیت است پرتاب نوبتی و توپ است و حالا امکانیت خیلی خوب برای دسته وحش میتواند پیدا شود. احتم نظرov ارسالی به داخل جریمه دروازه‌بان کافلینوف این وضعیت را برطرف می‌کند. ادامه دارد ضربه و توپ فتولایف ارسال با داخل جریمه گاه، فرصت خوب ضربه و توپ اینجا از هجوم نوبتی. ارسال توپ به جریمه گاه رسانیده می شود. احتم نظرov با توپ پرتابی و امکانیتی بهترین و فتولایف خطا میکند. فتولایف در پاس دادن صادق جان قربانov ضربه و گل. نهایت کار میتوان گفت که دسته مذکور یک دوبار صدا شکش را بالا میگرداند. دوستان ارجمند در بازی مرکزی دور هفتم لیگ عالی مملکت